حدستون درسته. بعد حالا هم موقع که مرخصی کردی اگر یه موقع تنگی نفس چیزی داشتی و فوری بیایی حتما. خب اصلا وای نستی که مثلا بگی یکم ببینم بهتر نمیشم، چون دندت متاسفانه به سمت داخل شکسته. وقتی به سمت داخل میاد تو نفس کشیدن یا مثلا یه ضربه بد جاگذاشتی ممکنه ریت رو پاره کنه و باعث یا خونریزی بشه یا اینکه هوا داخل بکشه و سریع اینجا براتون کار کنه. فعلا حالا امروز هم هستی ببینم فرداش چطور میشه مرخصی. آبزا هست که تعویض پانسمان برش هم دیسشارژ. یه زخم باز داری، اون زخم رو باید هر روز شستشو داده میشه. حالا اگه حمام در دسترستون هست میره حمام، یه لیتر صابون بچه، خب یا از صابون مراقه یا صابون، شامپو نه، صابون. شامپو نزنید، شامپو شسته نمیشه، بدتر عفونت میکنه. قشنگ لیف میزنه اونجا رو تمیز به خودش هم شاید برای سخت بشه. یه نفر باید تمیز همون زخم باز رو بشوره که دهنش به زودی بسته نشه، چون انقدر آبسسیاب از داخل مقعدش راه پیدا کرده. متوجه نی؟ خیلی مهمه که قشنگ تمیز بشوره که باز دوباره اونجوری نشه. دکتر شیرین درمانیش کیه؟ به دکتر نوفرسی بگید این عمل را هم شده. خلاص پرونده‌تون رو بهش نشون بدید هر موقع رفتیم پیشش. خب نمیدونستم. خیلی دکتر